یه خانواده عزیزن که خونه‌شون نیاز به پاکسازی داشت، میریم هم صحبتاشون رو میشنویم. برات یه موکل رحمانی بگیریم. آره که کاراتو درست کنه. خب چیکار کرد دقیقاً براتون؟ اما مثلا یه دفعه نشسته بودیم، همین الانش هم کم و بیش پیش میاد. یه دفعه یه جنگ و دعوای الکی، بعد میشینیم فکر کنیم مثلا چی بود. بعد برمیگردیم عقب. به هیچ عنوان یعنی هر بار که شما برید پیش دعانویس رحمال برید کارتون بدتر میشه. شاید یک ماه کارتون درست بشه، حالتون بهتر بشه، بعد از یک ماه 2 برابر میشه. مغازه‌ای داره، نه فلان داره، مثلا شما لوکس دارید زندگی میکنید. خیلی این حرف دنبالمون بود. خوابیده بودم، یه نصف شب بود، یه دفعه دیدم که پدرش من خونه نبود. این به هر حال پسر بود، تو سن بلوغ بود، احساس مرگی میکرد و مواظب ما بود و اینا، که توی خونهشون افتاده و برای خودشون این کیسی که امروز اومدم خیلی شبیه به تمام کسایی که به من پیام میدن. اومد موبایل بعد آینه افتاد، شکست عین شمشیر که شانس آورد خودش طورش نشه. ناخواسته اصلا ناخواسته مثلا میگفتم نمیای سجاد بخوابی، میگو نه همینجا خوبه، یا من میرفتم یا منم اون بر میز میخوابیدم. 6 ماه اصلا نمیرفتم خونه، فقط تو خیابونا مثل روانیا راه میرفتم. خدا گواه فقط عین دیوونات میریم تو آنها راه میرفتم. اصول ماورای این موجودات رو حس کردید؟ چجوری حس کردید؟ حس کردم یه چیزی اومد اینجوری افتاد رو قفسه سینم که من قشنگ تو تختم بلند شدم نشستم، نفسم رو دادم یه بیرون رو تو کردم، نفسم انقدر که شدید بود، انگار یه چیزی وارد بدنم شد اومد بیرون. سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم برای پاکسازی یه خانواده عزیزن که خونه‌شون نیاز به پاکسازی داشت، میریم هم صحبتاشون رو میشنویم، میریم ببینیم داستان از چه قراره. سلام. حالتون خوبه؟ هزار مشتاق چقدر آقا Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. امروز اومدیم خونه یه زن شوهر محترم توی تهران که یه صحبتی باشون بکنیم از اتفاقایی که براشون افتاده، از خاطراتی که دارن از اتفاقات ماورایی که توی خونهشون افتاده و برای خودشون این کیسی که امروز اومدم خیلی شبیه به تمام کسایی که به من پیام میدن. اینو حتما نگاه کنید تا آخرش. این دقیقاً مشکلات روزمره‌ایه که بیشتر ماها آدما داریم که خیلی‌ها به من پیام میدن، مثلا حالا راجع به رزق و روزیشون صحبت میکنن که مشکل توش پیش اومده، راجع به کارشون صحبت میکنن. این کیس امروزمون خیلی شبیه به این قضیه است. اول مصاحبه میکنم باشون، بعد خونه‌شون رو پاکسازی میکنم و تمام. خب بسم الله شروع میکنیم به مصاحبهمون. آقا حسن عزیز و مینا خانم عزیز، میخوام بپرسم ازتون که از کی این داستانا شروع شد؟ میخوام از اول برای من تعریف کنی که از کجا شروع شد، پیش دعانویس رفتید نرفتید و اینکه چی شد که باعث شد که اصلا دلیل اینکه من بیام اینجا رو بهم کامل بگید که چجوری شد، هر کدومتون که اوکی. من تو سن 18 سالگی خونه خواهرم بودم. مثل همه خانم‌ها که دور هم جمع میشن، خواهرم گفتش که همسایه طبقه بالای ما یه آشنایی داره مسیحیه و فال میگیره. اون موقع اون خانم به من اسم همسرم و اینکه اولین سفرمو که به قول معروف کنن ماحصله با فرزند اولم میرم. از یه جدی نگرفتم تا گذشت ما ازدواج کردیم. روز دوم که به قول
ما ایرانی‌ها که پاتختی باشه زنگ زدن و محل کار همسرم از تخریب شده بود دیوارش، یعنی روز دوم. یعنی اون گاراژی که گفتید یه گاراژ خیلی بزرگ، وضعیت مالیتون و اینا خوب بود، یهو اومدن تهران حدود 150 متر فقط واحد ما بود، یه خونه ویلایی، حیاط، همه چی اوکی. یهو شهرداری فردای عروسیتون اومد؟ فردای عروسی شهرداری کل دیوار گاراژ رو ریخت پایین. این گذشت و خب اینا یه مقدار اینو اونو دیدن، کارا رو ردیف کردن، گذشت تا به قول معروف گفتنی زندگی رو روال بود، اما آروم آروم رابطه من با خواهر بزرگم هی کم و زیاد میشد، اختلاف میافتاد. آره بعد اینکه یه ضربه مالی بزرگ خوردید شدید، خیلی اصلا زندگی که اصلا هیچ کس فکرشو نمیکرد، آروم آروم شروع کرد به نزول افت کردن. اما خب ایشون نمیذاشت ما بفهمیم و اصلا اجازه نمیداد که من از لحاظ مالی در مضیقه باشیم. تا گذشت و گفتن که خونه رو بکوبیم، 2 طبقه خونه بود، گفتن بکوبیم، کوبیدن. اونجا یه سری مسائل مشکلات مالی شد، اذیت شدیم، خیلی اذیت شدیم، جابجایی بود، اما بازم خوب بود، انقدر بهمون سخت نگذشت. تا اینکه خب چندین سال گذشت، بچه دومم پسرم به دنیا اومد. ما همچنان تو اون محله بالای شهر بود زندگی میکردیم. رفتیم یه خونه‌ای شروع کردیم، خیلی ایشون فعالیت داشت، همه میگفتن چجوری ایشون نه مغازه‌ای داره نه فلان داره، اینقدر شما لوکس دارید زندگی میکنی. خیلی این حرف دنبالمون بود، یکی دستشه راه میره پول در میاره. اون توی خانواده این اتفاقات رو هی میگفتید به بقیه، مثلا به خواهرتون؟ آره خب. مثلا این کار اشتباهتون آره دقیقاً. مثلا تراول بود، همیشه کیف پول من برند بود، میگفتش که یه دفعه یکی از اقوام من تراولا و کیفو با هم گرفت، مثلا اون موقع 2000 تومانی 1000 تومانی بود، همه یادم از اون موقع خیلی بد. آره مثلا شاید سال 80-81 بود، نزدیک 200,000 تومان من توی کیفم چیز داشتم، تراول داشتم. میگم ایشون خیلی اوضاع مالیش اوکی بود، هنوز به اون طوری خیلی همه میدونستن. خب مثلا من در کیفم رو باز میکردم، مثلا فرض مثال میخوام بریم دور همین خواهر برداریم، میخوام بریم یه چیزی بخریم بخوریم، میگفتن خب منم دنگی خودم بابا لامصب تراولا رو بده خورد ازم بگیر. من یادم یه دفعه قشنگ بودنمون رو با هم میدیدن. آره رابطه خوبتون رو میخوام شب نشده برش میگرفت. یه روز مثلا میومد خونه دیدم که گفت بیا یه چیز برات گرفتم، گفتم چیه؟ دیدم همینجوری خیلی بی مناسبت چیزه برام 30 سری طلا خریده بود. بعد ما خونه خریدیم سال 79 دوباره، یعنی اون خونه رو ساختیم فروختیم، دوباره خونه خریدیم. اومدن دیدن رفتن. 1 سال بعد ایشون یه دفعه گفت میخوام مغازه بگیرم، خونه رو میخوام بفروشم. دیگه من انقدر گریه زاری تو رو خدا، هر کی اومده عاشق این خونه شده، خیلی هم خونه رو دوست داشتم. و بینمونم اون موقع شروع شد الکی دعوا میشد، الکی اختلاف. مثلا یه خانومی من میرفت بالا الکی مثال ایشون گفت اینو من رفت به خاطر اینجوری تو رفته. این 100% برای چشم زخم. از اونجا دیگه شروع شد این صحبت ها، این اصلا به هم شک نداشتیم. آروم بله، همش آروم اتفاق میفته. مثلا یکی از اقوام نزدیک ایشون خیلی راحت مثلا بهش گفته بودن، همخونه ایشون بهش گفته بودن که خب چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفته بود که اگر من مثل فلانی زن گیرم بیاد که اینقدر عاشقانه دوستم داشته باشه و پای هر چیزی این بالا پایین شد، این همه سخت میگیره، پالا میگیره، پایین میکنه، اینقدر بازم با هم اوکیه میگیرم، اما لنگه این گیرم نمیاد. یعنی اون بنده خامل بودید. بله، مخصوصا از طرف ایشون، چون ایشون خیلی به من مثلا کیف من باردارم، خیلی معذرت میخوام، می‌خواستم پلا برم بالا، میگفت کیفتو بده من، مثلا خواهر خودم اینطوری میگه بابا اینقدر دوستش نکن دیگه، مگه ما هم نبودیم. ببینید یه سری چشما اصلا
نیازی نیست من حسادت داشته باشم، مثلا من به خواهرم به برادرم عادی گفته باشه، عادی هم گفته باشه تأثیر خودشو میذاره. شاید اصلا طرف نخواد که بلایی سرشون، خب خواهرتونه، ولی اون انرژی، اون حسادتی که توی بطن انسانه، توی درون انسانه، کافیه اون فعال بشه و چشم زخم مستقیم میان سراغتون و آروم آروم زندگی رو خراب میکنه. دیگه گذشت حالا با همه بالا پایینا، ما رابطتون این وسط داشت هی کم رنگ میشد، پر رنگ میشد. من خیلی باز بیشتر، ایشون خب به هر حال آقایون یه مقدار به خاطر غرورشون یا هرچی مشکلات بیرون، من خیلی به قول قدیمیان نیم من میشم، یا ایشون هم خیلی جاها گذشت میکرد. با بقیه چی؟ با بقیه کم رنگ شده بود، آروم آروم کم رنگ شده بود. ببینید 10 روز مونده به ما خونه‌ای که بودیم، می‌خواستیم سال آخری بود که دیگه گفتیم قرارداد ببندیم بریم یه خونه 3 خواب بگیریم، دیگه بچه‌ها بزرگ شدن. بعد 10 روز مونده بود که مثلا عید بشه، یه دفعه تلویزیون ما خود به خود سوخت. با این تلویزیون نو چه سوخت، هر کاری می‌کردیم تعمیرکار اومد چیز، من اصلا اوکی نشد و تلویزیون عوض کردیم. 1 سال گذشت، 1 سال یعنی تعمیرش کردیم، به هر جوری بود ایشون در زد که این عیدیه این تلویزیون تعمیر بشه، نشد. از یکی قرض گرفتیم گذاشتیم که گفتش که ولش کن دیگه میخریم. براتون خیلی اهمیت داشت که همیشه شیک و پیک باشه؟ آره چرا دروغ بگم، من خودم خیلی برام اهمیت داره. بگذاریم از این موضوع. این آروم اونجا استارتش خود کار ایشون پیچی. 3 تا 206 داشتن، یه دونه 206 استی بود که همیشه خوابیده بود، مال خانواده بود، اما با اون 3 تا ماشین ایشون کار میکرد، یعنی روندی به قول امروزی ها لیزینگ میگم باهاش کار میکرد. دونه اینا اصلا نمیدونیم، خودش میگه من خواب بودم، من که اینقدر زرنگم. همزمان مثلا خونه میخریدم، بازسازی میکردم، میفروختم، تعمیرگاه میرفتم، همزمان چند جور کار رو هم انجام میدادم. از هر کدوم خوب بود، خیلی عادی، پول خوب در میاد. عادی ضمن که این پول در میاد، هر سال یه مسافرت حالا خارج رو حتما میرفتم، خیلی خوب بود. از کجا خودتون فهمیدید که داره افت؟ از اوایل سال که رفتیم یه خونه، حدود 9 سال پیش ما رفتیم یه خونه ای اجاره کردیم. من عادت داشتم یه خونه میگیرم قبلش به اصطلاح تمیزکاری و این کاراشو بکنم. ما این خونه رو تمیز کردن، تمام جاها رو حتی دادم فنر زدم فلان که اساسا برد چیدیم، رفتیم با ایشون توش. شب همون روز اول شبشون اومد ماشین نقشی روشن کرد، روشن نمیشه. هر کاری که من گفتم نکنه آب نمیده، کشیدم میبودم آره چایی که من مثلا دیروز فنر زدم هیچ کس هم توی خونه نبوده، آوردم اینم گرفت، اصلا انگار سیمان وا نمیشه. یه ذره دیگه که گذشت، مثلا شاید 1 ماه، یه خانم اومد اونجا رو تمیز میکرد خونه رو. اون آینه که الان داریم میبینیم، برای اولین بار اونجا این گذاشت، من تو خونه بودم، گذاشت داشت آینه رو دستش بود تمیز میکرد، موبایلش زنگ زد، آینه رو گذاشت رو زمین، فکر رو پایه ما میزد، اومد موبایل رو بعد آینه افتاد شکست عین شمشیری که شانس آوردیم خودش طورش نشد. هم روز من بهش میگفتم کاش این آینه نمیشکست، این آینه مثلا شمدون ازدواجمون تا حالا نشکست. آقا پویا از اون روزا دیگه شروع شد. سنگینی اون خونه بوده بیشتر، رفتین توش، اون خونه قبلش امکان داره توش همینجوری بدتر شد. من اصلا از مثلا دعوا مرافعه کلانتری بودن اصلا متنفر بودم، به خاطر یه چیز کوچولویی با یکی مشکل پیدا کردم، الکی خدا شاهده پام باز شد به دادسرا. 2 سال میرفتم میمونم سر یه چیز اصلا پوچ بعدها میگفتم من برشی اصلا میرفتم میمونم. ببین اون از اونجا پای من باز شد، حدود 6-7 سال من میرفتم دادسرا میمونم. سر میگم خدا شاید یه چیز علکی باور نمیکنه هر چقدر بگم، سر یه چیز پوچ دیگه شروع شد. آقا ببین آدمایی که به من دلخور میشد و از جورشون رد میشدم وا نمیستادم پشت میکردن. تلفن من 1 ثانیه زنگش خاموش نمیشد،
یعنی بیزاش این خط میکرد اون زن 2 تا 3 تا خط اصلا یه زنی نمیخورد، همه چی اصلا شروع شد به ویران. دلیلی از سمت خودتون نبوده؟ یهو این اتفاقا یهو همچین اتفاقای شروع کرد به پشت سر هم. پشت سر منی که 1 ساعت اینا رو یه روز نمیدیدم دیوونه میشدم. ببین 6 ماه 3 ماه که اصلا ندیدمش، 6 ماه اصلا نمیرفتم خونه، فقط تو خیابونا مثل روانی ها راه میرفتم. خدا گواه فقط عین دیوونا تو این اتوبانا راه میرفتم. زندگی که اینقدر خوب و در سطح بالا و لوکس بوده یهو میاد ویران شد اصلا. ببین ویران شد، یعنی خونه رفت، اساسامون یکی رفت، اصلا نمیدونم چی شده کجا داره. مبلا مال ترکیه بود، هر چی داشتیم رفت، همه چی، گاز، همه چی. آدم خودش هم متوجه نمیشه بعد از 1 سال 2 سال این خدا چی شد. بعد آواره، چجوری آواره؟ مثلا خانومم رفت خونه برادرش با دخترم، پسرم. میگم یه چیزی باور تو این خانواده‌تون چی میگفتن؟ اونایی که دیده بودن شما لوکس زندگی اونا ما رو گذاشتن کنار، میگفتن نزول خوره، هم مال ایشون هم مال من. ایشون که هر دو تاش. یه دفعه به ما گفتن که خواهر بزرگشون مریض بود، خواهر کوچیکشون گفتن که مریضه. ایشون زنگ زد گفت خواستم حالتو بپرسم. گفت آمبولانس اومده، امیر اومده. سرتای قضیه که آدم که 1 ساعت با برادرش حرف زد 3 ثانیه نشد قطع کرد. خود منم خیلی تلاش کردم هیچ کس نفهمه، یعنی به برادرم قسم دادم. شما باید تلاش میکردی اون لوکس زندگی کردنتون هیچکی نفهمه. آره. خب ناخودآگاه دقیقاً همین بود دیگه. خب ببین مهمونی گرفتن ها، اون معذرت میخوام میگم شو کردن ما هممون تو زندگی ها اونجوری. ببین مثلا صبح با یه ماشین من برای شما عادیه چون لوکس بوده زندگیتون، کیف آنچنانی، پول آنچنانی، خونه آنچنانی، 4 تا ماشین. برای بقیه خب این یه حالت آخه من خانواده خودم نمیگم خیلی خانواده خودتون نه، دور و بر دوستا، خانواده ایشون یا خانواده هر کسی میتونه باشه، میتونه عزیزترین که میتونه مادر آدم چشم بزنه. مثلا من صبحش رو با یه ماشین میبردم، شب با یه ماشین دیگه میرفتم. اگه یه روزی ماشین نبود یا نمیتونستم به اون کلام الله راننده با ماشین میدادم، ایشون رو میبرد. مادرش میگه برای چی 6 ساعت یارو بیرون نشسته، خب بره بعداً بیاد. به یارو میگفتم میشینه اونجا جایی میخوام برم ببرشون شب مرد بیاد. ببین اینجوری راه. حالا شاید هر کسی چیزا باشه، میگفتم راحت باشن، با بچه‌مو بی نهایت دوست داشتم، بی نهایت. بعد منی که از یه چیزایی یه سری چیزا اصلا فراری بودم گرفتار اون شدم، گرفتار یه داستان دیگه خودم وجودم شد که اصلا بدم میومد ازش، ولی ناخواسته 20 تا قرص در روز میخوردم. بله آدم یهو از اون زندگی یهو بیاد پایین تحمل نمیتونه بکنه، سعی میکنه کمک بگیره از این چیزا. دقیقاً. بعد یه روز به جای رسیدم آدم اصلا به درد نمیخورم، اصلا به درد نمیخورم که زنده باشم. حالا یه اتفاقایی افتاد و افکار چیز به سرتون انجامش دادی؟ بله انجامش دادن. شرفش بود که حالا تریاک بردن یه بار رفتن از نمیدونم چه خدا اون لحظه چه بود، شاید به خاطر اون حتی مثلا من مامانم گفتم مامان تو خدا صدقه مامانم خدا رحمتش فوت کرد، خدا رحمت کنه، گفتم مامان تو خدا صدقه تو چیز نکن، نده به این اون. من بچه‌ای میشناسم که مریض احوالن، خانمای بزرگی هستن اما ذهن بچه است. ما میبریم اونجا مثلا این خیلی برای همه تعجب آور بود. خب من آدم خیلی صادقانه گفتم، من خیلی رو راستانه حرف میزدم، اما خب دیگران حس میکردن که دارم حالا یا مثلا پوز میدم یا اصلا نبودم توی این مقوله. اما خیلی بیشتر این شد خونه‌ای که ما رفتیم، روزی که ما رفتیم ایشون این مشکلات حالا به وجود اومد و همه این حرفا، اونجا ما حضور این حالا بگم حضور ما برای این موجودات رو حس کردید. چجوری حس کردیم؟ من این مشکلات که به وجود من خب ایشون 2-3 ماه پیش ما نبودن، تنها بودیم. بله تنها بودیم. پسر من اون موقع فکر کنم کلاس اول دوم راهنمایی بود، دقیق یادم نمیاد. 13 سالش بچه سن بود. من یه روز من مادرم خدا بیامرز 21 ماه رمضان آش جو می‌پخت.
من همیشه به نیت مامان خودم اون روز حالا شده بود یه قابلمه کوچولو یا بزرگ به اون روز نگاه میگم به اون توان خودم که بتونم از پسش برم، به نیت مامانم شروع کردم آش درست کردم. آش جود شروع کردم آش درست کردن. آش تموم شد. بعد همچون که این حادثه‌ای که میگم طی 3 روز پشت سر هم افتاد. شروع کردم آش درست کردن. همچون که داشتم هم زدم، من از صبح اینو هم میزدم دیگه. همچون داشتم هم میزدم، دخترم اون سال دانشجو بود. داشتم هم میزدم، یه دفعه خود به خود آش چوبی که من چند سال ازش استفاده میکنم، یه خراش بهش نیفتاد، روز قبلش داشتم استفاده میکنم، یه دفعه 3 قسمت شد و دست من تا اینجا رفت داخل آش. رفت داخل آشی که میقلید. فقط تنها کاری که کردم پسرم صدا زدم گفتم بپر، میدونستم روغن سوختگیمون خیلی کمه، گفتم بپر برو داروخانه چیز بگیر، پماد بگیر. بعد خلاص این گذشت، این سوختگی شروع کردم به صدمه زدم بهتون، اذیت کردم. حالا قبل از اینکه ایشون حالا به خاطر اون شکایت‌ها و اون داستانایی که بر ما به وجود اومده بود ایشون نبود، خب چکشون اصلا یه چیزی بهتون بگم، ایشون امروز اگه چک حالا صابخونه بود، چک کاری بود، هرچی بود، از 1 هفته قبل حساب پر بود، اینقدر حساس بود رو چکش. سر همین چک و چک بازی با دیگران که بازی میکرد و کار و اینا، چک‌ها دونه دونه برگشت بود. اصلا ایشون که اصلا من خودم یه وقتا میگم آخه این چجوری شد این که اینقدر حساس بود رو چکش. اون داستان چیز که میرفتید در مغازه دوستاتون و اینا با دوستاتون قطع رابطه شدید، اون چطور بود؟ اون از کی شروع شد؟ اون تقریبا از همون موقع 2 سال بود توی خونه بودیم. 2 سال اوایل این بود که دیگه الان این خونه که میگید همین خونه است که عوض کردید؟ اون جای دیگه یه منطقه دیگه بود. چندی سال گذشته بعد اون میگم ما اصلا پاچید زندگی هیچی نمود، همه چی 9 سال گذشته هیچی نمونده. بعد زمینه که ببینید هم خانواده ایشون هم خانواده خود من اونا همونش رو بگید مثل دوستان. بله ببین یعنی کمک نکردم هیچ حالا میگم هیچ کس، فقط یه نفر بود، یه خانومی بود دوستشون، اونم بعدن که فهمید اون روز هیچ کس. شب شده بود نصف شب مثلا جا نداشتیم بریم. خدا گواهی اصلا میگم بی نهایت. ببین به کجا رسیده آقا پویا که منم سویچ ماشین یه شخصی میگم شبو بگذاریم تا صبح بشه، صبح چیکار کنیم. خب چی شد از اون داستانایی که این گرفتاری شدید تو اون خونه که بودید سر صدا میشیدید مثلا کبودی بدن؟ ببینید خب پسرم یه شب بلند شد اصلا تو خواب راه بره فلان، اومد وسط خونه دور از فکر کنم همینجا ما تو اتاق خوابیدیم، اومد یه میز عین همین بود روش دفتر قرآن اینجا نبود. نه دفتر اینا بود. عذر میخوام ازتون دستش اجرا کردم ایستاده بود. پسر چند ساله؟ هم پسرم که الان 12 ساله. خب پس کوچیک نبوده نمیدونست داره چیکار میکنه. خب انگار یکی من دست منو گرفت اوورد گذاشت اونجا گفت حالا میخوای دستشویی کنی اینجا. اصلا شما نمیخواد بود اصلا پارسا چه من خودم بودم اصلا من حال من چیزی از سابقه نداشت اصلا همچین مدلی نبود. اتفاق چیزه یه اتفاق خونه سر صدا میشیدی؟ اون خونه آره دیگه شروع شده بود سر صدا شبا چیزا مثلا میذاشت یه چیزی آفرین گم میشد میذاشتم گفتم بابا اینجا بود. منی که بیرون زنگ می‌زدم به خانمم گفتم برو کشوی سوم واکن دفتر دوم مثلا بردار فلان چیزو برام اینقدر دقیق هرچی می‌ذاشتم می‌دم گم شد. میگفتن خب یادت میگفت گفتم بابا گذاشتم بعد دوباره می‌دم همونجاست. بله میدونی از این اتفاقات انقدر زیاد بود. حالا این آینه‌ای که الان شما می‌بینید آقا این خیلی حادثه اونجا بعد از شکسته شدن. بله آینه‌ها یه حالت پرتقال. من اینو بین 2 تا اتاق خواب، یه اتاق خواب بچه‌ها بودن، یه اتاق خواب ما بودیم. ما سرویس خوابمون رو گفتیم عوض کنیم، شاید تو روی همون تاثیر بذاره و فلان و بیسار و این صحبت‌ها. سرویس خوابو یه سرویس خواب خریدیم. باورتون نمیشه ما یک شب هم خیلی معذرت می‌خوام به اتفاق هم اون تخت نخوابیدیم. اصلا نخوابیدیم. 1 سال و نیم اون تو اتاق 1 سال و نیم بود ما یک شب پیش هم نخوابیدیم. اینجوری جدایی میندازن. بعد من یه روز داشتم احساس می‌کردید کسی براتون
ترسیدگاه گرفته باشن. نه آدم که متوجه نمیشه، شاید گرفته باشن، چون اینی که دارید میگید امکان زیاد. چرا تو ذهنم بودم یکی آخه مگه میشه؟ ببینید یه غریبه گرفته که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید. ببینید من یه شب آدم لباس میشونه تا میکنه، خوش میشه، میخواد بچینه تو کشو، زیر تختان کشو داشت. آره دقیق بگم، من خوابیده بودم، تو خواب داشتم میدیدم یکی در گوشم داشت میگفت اگه مثلا نری رو میز اون کارو نکنی خانواده‌تو میکشن. اینا همیشه میگن از این اتفاقا از اینا بیشتر برات یعنی من آره دیگه. خب دوستان اینجا من یه آنتراک دادم که یه خورده استراحت کنن. پسر خانواده به جای پدرشون نشستن که اتفاقاتی که براشون افتاده رو کامل برامون توضیح بدن، چون یه سری اتفاقات عجیب غریب هم برای پسرشون افتاده. خب میگفتید شما. بعد همونجور که داشتم لباسا رو تا می‌کردم یه دفعه دیدم که یه چیزی مثل یه پیرزن دلای سیاه به سرعت، نه به اون سرعتی که بگم سرعت نور، اما جوری رد شد که من اونو ببینم. الان گوشه چش دیدید؟ نه قشنگ کامل دیدینش؟ آره کامل دیدمش، اما انگار که یه خانومی که قوزدار دلاست و تمام سیاهه رد شد از تو آینه. من اینو دیدمش، گفتم خب شاید خطایی دیده. از تو آینه؟ از تو آینه دیدم. همونجور که نشسته بودم یه آن انگار که یکی مثلا اومدم سرم برگردم، طبق تنها بودم، بچه‌ها مدرسه بودن، دخترم دانشگاه بود. یه دفعه سرم همونجور برگردم دیدم که یک پیرزن یه چیزی دلا قشنگ از توی آینه دیدمش، جوری حرکت کرد رفت از توی اتاق بچه‌ها در اومد رفت به سمت پذیرایی. خودم بودم خب شاید چشم مثلا اشتباه دیده، رفتم تو پذیرایی دور نگاه کردم دیدم چیزی نیستش. شبش ایشون هنوز خونه رو مثلا اون مدتی نبود که مثلا نباشه و اینا. ما اصلا به هیچ عنوان ایشون این مثلا اگه این میز بود ایشون این ور میز پای تلویزیون خوابش برد، من اون ور میز. ناخواسته اصلا ناخواسته مثلا میگفتم نمیای سجاد بخوابی، میگه نه همینجا خوبه، یا من میرفتم یا منم اون ور میز میخوابیدم. جدایی افتاده بود. دقیقاً جدایی همه جوره دیگه، چون خیلی فکر می‌کنن جدایی مثلا اینکه حتما با هم دعوا کنن. نه دعوا شاید همدیگه رو دوست دارن ولی ناخواسته این جدایی میفته، کار میفته وسط. اما اینجوری نبود که مثلا جدا بخوابی، مثل همه زندگی خیلی رو اینجور مسائل هست. بعد گذشت تا فرداش مثلا من ایشون رفت نون گرفت آورد، نون لواش آورد گذاشت روی میز، اون روی اوپه من داشتم تا میکردم، دخترم از دانشگاه اومده بود، همه غروب بود، داشت ظرف من خوراکی خورده بودم، داشت ظرف می‌شد. پدرشون یه سطل فصل شاتوت بود، پدرشون یه سطل شاتوت آورد گذاشت و رفت. من گفتم خب حالا تا این شاتوت نونا خنک میشه مثل شاتوت هم باشه بعداً جمع میکنه. همین نونو جمع کردم، ایشون تو پذیرایی نشسته پای تلویزیون، نونو جمع کردم، برگشتم با دخترم داشتیم یه چیز تعریف میکردیم میخندیم. یه دفعه دخترم جیغ زد، چیه چون؟ گفت مامان چرا چونه تا گردنت کبوده؟ این پرید وسط، گفتش که بذار ببینم، چون اینجور چیزا رو خیلی علاقه داشت. ذره‌بین بزرگ داریم. اوورد شروع کرد. گفت مامان انگار یکی 3 تا دندون بالا داره، 3 تا 4 تا دندون بالا، بقیه دندونا اینجا افتاده بود. تا کامل دیدی شما؟ اون خطی که افتاده به صورتش آره انگار 3 تا پنجه بود، اینجوری از زیر لب پایینش کشیده بود آورده بود تا آره اما اینجوری مثل دایره کبود شد. گاز گرفته بودن. آره. خودش میگه مامان انگار یکی گازی داخل اینجوری چیه؟ بچه‌ها شروع شد به کبودی‌های. دقیقاً. بعد من خب شامل داشتم، لباسم باز پوشیده بودم، تاب تنم بود، خوابیده بودم، یه نصف شب بود، یه دفعه دیدم که پدرش من خونه نبود، این به هر حال پسر بود، اون سن بلوغ بود، احساس مرگی میکرد و مواظب ما بود و اینا. بچه تو اتاق میخوابیدن، من دلم نمیومد برم تو اتاق بخواب، اما پای یه دفعه دیدم که یه آن خونه داره میلرزه و این بالا سر منه، هی داره گریه میکنه، منو ناز میکنه، بیدارم میکنه، منو بیدار کرد. گفت مامان بر چی جیغ میزنی، بر چی داد میزنی؟ بعد یه همون لحظه یه دفعه گفت مامان زیر بغل چه کبوده. گفتم خدای چه زیر بغل من کبود نخوردم، جفت زیر بغلام کبود بود.
بعد اگه جای خورده بودید یه طرفش میشد. آها، یا مثلا پاهام یه وقتا کبود میشد، سیاه میشد. به مرور یه روز دیگه دخترم 2-3 روز بعدش من بیرون بودم، دخترم گفتش که مامان دانشگاه بیام، میخوام برم خونه دوست سمش. گفتم باشه، خونه فلانی. گفتم خب. میره دوش میگیره، میاد لباس عوض کنه، اون موهاشو خوش کنه، همه کاراشو میکنه. یه دفعه میبینه که تختای اینا رو من به صورت ال گذاشته بودم، که یه دفعه میگه مامان یکی رفته بود روی تخت پارسا، میپرید بالا، میگفت قشنگ صدای قژقژه که آره هیچ کس نبود، نه ایشون خونه بود، نه من خونه بودم، نه پدرم. خواهرم در خونه بره بیرون، یه لوازمی شد یادش میره با پشت بیاره، میاد کفشش مثلا جلو در میاره، میره وسیله‌شو برمی‌داره، میاد برمیگرده میرسه به در، ببینه در اتاقم باز بوده، ببینه تو اتاق داره روی تخت قژقژ میکنه دیگه پر کنه، یکی داره میپره رو تخت که همونو میترسه و سری کفشو میپوشه میاد پایین. اصلا وسیله‌ش هم بر نمی‌داره. تو همون خونه‌ای که میگفت بله همین اتفاق. شما دیگه چیا دیدی بودید تو چه اتفاقای زیادی میافتاد اونجا. مثلا یه شب که مامان بابام نبودن، من و خواهرم خب تابستون بود دیگه، تا صبح بیدار بودیم بازی می‌کردیم، فیلم می‌دیدیم. یه شب ما تو اتاق خوابیده بودیم، مامان بابام هم نبودن، یادم نیست دقیقاً کجا بودن. یهو دیدم از تو آشپزخونه یه صدای خیلی عجیب غریبی اومد و اینکه زمستونم بود، هیچ در و پنجره‌ای باز نبود. من اومدم بیرون، نصف و نیمه خواب و بیدار بود. اومدم بیرون رفتم تو آشپزخونه، دیدم در کابینت‌ها باز شده بود. نه کولری روشن بود، تابستون بود که بگی باد کولر زده. همه کابینت‌ها میشه گفت تقریبا نصف کابینت بالا مثلا نمیتونه باد و این چیزا باشه. میگم یعنی اون که 100% ولی اصلا نمیشه اینجوری مثلا نقضش کرد. خب دیگه اتفاقای کابینت‌ها رو بستم و رفتم خوابیدم. غیر از این اتفاق عجیب که واسه خودم افتاد. البته بگم همین 3-4 تا اتفاق کافیه برای کافیه، ولی اصلا این 3-4 تا نیست، خیلی بیشتر دیگه. مثلا بدتریناشو بعد از این حداقل برای من که اون موقع سنی نداشتم، عجیب ترینش این بود که یه شب خب من همونجوری که مادرم گفت اتاقم با خواهرم یکی، من تختم روبروی کمد دیواری بود دقیقاً. یه شب که خواهرم خوابیده بود، من دیگه داشت کم کم خوابم میبرد، یه ذره رفتم فریک کمد دیواری رو برداشتم، یهو انگار یعنی قشنگ حسش کردم، نمیگم دیدمش ولی قشنگ میشه گفت تصورش کردم که حس کردم یه چیزی اومد اینجوری افتاد رو قفسه سینه‌ام که من قشنگ تو تختم بلند شدم نشستم، نفسمو دادم بیرون رو تو کردم، نفسم انقدر که شدید بود انگار یه چیزی وارد بدنم شد، اومد بیرون. آره که انقدر شدید بود من رو تخت بلند کرد. حالت بختک نبود؟ نه بختک نبود، یه چیزی بود که افتاد، سنگینی نکرد، انقدر شدتش زیاد بود منو بلند کرد. آره که من دیگه خیلی ترسیدم و یا اتاق اومدم بیرون، نمیتونستم اصلا راحت بخوابم یعنی تو خونه. شبا راحت میخوابی تو خونه؟ نه اصلا راحت نمیخوابم. من 3:30-4 صبح دیگه بیدار بودم. اصلا این شده بود دیگه روال دیگه 3:30-4 صبح. این خواب شب یکی از علائمشه، یکی از چیزاست که شب نمیذاره شما راحت بخوابید، چون رفت آمدشون کاراشون رو توی شب انجام میدن. بعد مریضی منم بود تو اون خونه اکثرا من دلدردهای شدید میگرفتم آقا پویا، میموند نمیتونستم برم بیرون از دلدرد. آره یه روز فشارشون حالشون انقدر بد شده بود. شما اینجا بشین. حتی بیماری برای من شروع شد، مثلا اون داستانی که گفتم دادگاه دادسنا اینا، اون خونه که ما رفتیم شدت گرفت این چیزا. آقا پویا مثلا همین پسرم فرستاده بره یه چیزی بخره بیاد، اومد دیدیم شلوارش، یادته شلوارش اینجا جر خورده پاره، میگو 2-3 نفر دنبالم کردن، همین بودم کوچم نبودن، پاش گیر کرده به چی خدا شاهده شلوارش جر خورده بود. پشت سر هم اتفاقایی بعد همش اتفاقایی جدایی و دقیقاً بعد شروع شد دیگه، از همونجا شدت گرفت کار ما. کار میکردم ضرر بود، مثلا ماشین چند تا ثبت نام کرده بودم قرار مثلا اردیبهشت بدن، اردیبهشت مثال میگم بنا بود 36 تومن ندادن، نمیشد، هی میرفتم گیر میکرد، خرداد دادن این ماشین شد 31,500، کلن شد این چند تا ماشین ضرر. میدونی منظورم اینه. خب شما این مثلا گفتید رفتید پیش یه دعانویس، این تنها دعانویسی بود که پیشش رفتید، درسته؟ خب اون رو برام تعریف کنید، اون روز چی شد؟ من یکی
این همه راه زدی رفتی سیستان؟ نه اون اومده بود اینجا. اون اومده بود. ببینید یه آقا رضایی میگفتن چوپان بوده تو مشهد، خیلی کارش درسته، اینا اومده بود تهران سمت خیابون ترش، سمت آزادی. رفتم اونجا، همون آقا رضا گفت خودم دارم میرم و مثلا نیستم و اینا، این آقا رو به من معرفی کرد. آقای یه اسمش آقای اشکال امین بود اسمش، معرفی کرد. از اون روز دیگه من دیدمش، صحبت کردیم، گفت فلان روز بیا خونه خودم. باز خونه‌ش هم تو خیابون شیخ فضل‌الله سر ترش بود دیگه. اونجا رفتم اومدم، چندین بار رفتم اومدم، یه کاری کرد، گفت ببین اینجوری فایده نداره، بیا یه موکل برات مثلا بذاری. گفتم هزینه‌اش خب چجوریه؟ چرا؟ گفت خیلی زیاده. کاری برات یه موکل رحمانی بگیریم. آره که کاراتو درست کنه. خب چیکار کرد دقیقاً براتون؟ بعد گفتم خب چیکار کنم؟ گفت تو مثلا اون روز اینقدر میشه، تو 3200 بده. ما رفتیم یکی دو تا چیز جابجا کردم، اومدیم اون آقای چی جا؟ خب فهمیدم. آسته 3200 بهش دادم. یه ساعت و نیم 2 ساعت با من نشست توی اتاقی، بود روشن کرد و یه کارایی کرد. و چی کارا کرد؟ هیچ من انگشتری بهتون داد؟ اصلا. بدنتون رو چرب کرد؟ اصلا. فقط من روبروش نشستم، اونم آبی رو سرتون ریخت؟ نه. اینه بهش بود که اود دور سر من میچرخید مثلا، از این جور کارا. خالی من بعدم گفت که این قربانی هم باید واسش بدیم که اونم من خودم برات میدم، اگرم خواستی نگهش داری سال یه بارم باید قربانی برش، فرق نمیکنه و قربانی برش. قربانی خودش داد براتون؟ آره گفت من که نه. خب به ما گفت شطور کشتم. 3 تومن بهش پول دادی، به اون رفته شطور کشت. اینجوری میگفت. بعد همین. خب اینا البته این که شما میگید این 100% کلاهبردار بوده، ولی خب به هیچ عنوان یعنی هر بار که شما برید پیش دعانویس رحمال برید کارتون بدتر میشه. شاید 1 ماه کارتون درست بشه، حالتون بهتر بشه، بعد از 1 ماه 2 برابر میشه. شاید 1 سال حالتون خوب باشه، بعد از 1 سال 2 برابر میشه. چون اونا اگه این کاره بودن یه کاری میکردن خودشون نجات پیدا کنن و از مردم پول نگیرن. بچه بدتر شد. من چرا اینجوری شد؟ جلبمو گرفتم بچه اینجوری شد. مثلا هیچ کار نکرده. این که جالب 3 تومن از شما بگیره بره شطور براتون شطور. بعدش دوباره اتفاقا بدتر شد. که شدت گرفت. خیلی شدت گرفت. جوری شد که دیگه اومدن از خونه ما اساسامون هم هر کی اومد یه تیکه برداشت مثلا. یعنی چی؟ مثلا یارو انقدر طلبکارم، من که نبودم، خانومم گفت اینو بردار، یارو بنده خدا شده برداشت. طلبکارم شما بهش اجازه میدید ببره؟ مثلا قرض گرفته بودم من، قرض که نمیشه گفت، از این قرعه کشی‌ها که میگم قرعه کشی. خب واقعا هیچی نداشتیم دیگه، هیچی نداشتیم، چون ایشون نبود، هیچ همه سرمایه ها رفته بود، همه به باد رفته بود. مثلا اومد فلان وسیله رو با فلان وسیله که من 1 بارم ازش استفاده نکردم و هیچ کس هم باور نمی‌کرد. هیچ کس باور نمی‌کرد. به ایشون شوهر تو مگه میشه اصلا نگو اینو. ببین مثلا یه چیزی که خیلی باب بود، ما اصلا نه که بگم که ایشون خیلی دیکتاتور بود، نه خیلی آدم مهربون، اما خب این مدلی بود که مثلا یه حرفی میزد ما سعی می‌کردیم اگرم موافق نیستیم احترامو داشته باشیم، حرفی نزنیم. احترام مرد خونه رو داشتیم. آره خیلی هم رفیق بود با بچه‌ها همه جوره. اما مثلا یه دفعه نشسته بودیم، همین الانش هم کم و بیش پیش میاد، یه دفعه یه جنگ و دعوای الکی، بعد میشیم فکر کنیم مثلا این چی بود، بعد برمیگردیم عقب که مثلا یه نمونهش خیلی برام جالب بود. یه بنده خدایی که پزشک بود میگفتش که ما دیشب داشتیم تعریف شماها رو میکردیم که چقدر شما تو مشکلات پشت هم بودید و همدیگر دوست داشتید. بعد من زیر زبونش میکشتم میدم دقیقا همون ساعتی که مثلا من با پسرم، با دخترم، با شوهرم دقیقا اونا داشتن همین حرف میزدن. اونا داشتن این حرف میزدن، ما دعوامون شده. این چشم زخم توی زندگی یه خانواده رو به عینه داریم میبینیم، یعنی به عینه داریم میشنویم. همین الانش هم مثلا فرض مثال میریم بیرون یا هر جا میریم عاشق مثلا من همسر بخاطر محبت و احترام که ایشون داره و من به ایشون دارم، شب که میایم الکی یا با هم قهر میکنیم یا مثلا بچه‌ها با هم دعوا، بزرگن دیگه، پیش میاد شوخی خنده و دعوا مرافع،
اما اینکه شریک بخواد جر و بحث بالا بگیره یا ایشون بیخودی عصبی بشه یا ایشون یه سری جر و بحث‌ها در حد نرمال که همه خانواده‌ها دارن. آره دیگه. ولی یه سری جر و بحث‌ها که این موضوعات توش دخیله، جر و بحثایی که یه جوری مثلا تو خونه یه جوری داد میزنید که صداتون میگیره. بعضی اوقات خون ریخته میشه توی خونه، چیزی میشکنه. اینا جر و بحثاییه که غیر عادی اگه همیشه پیش میاد. آقا مثلا میگیم سال یه بار یکی دو تا پیش میاد. این نرماله. نه پیش میاد خیلی هم. ولی اینکه زیاد پیش بیاد خیلی کمتر شد. اما هست هفته یه بار الکی جر بحث. اون موقع توی خونه اون موقع خیلی وحشتناک. توی خونه قرآن، نماز، اون موقعی که این داستانا براتون پیش اومده بود. نه من خیلی کم شده بود نماز قرآن. شما چی؟ من ایشون که اصلا نمیخوند. اصلا نمیخوندید. الان که اومدید توی این خونه من احساس میکنم بهتر شده اوضاع. الان چی میخونید؟ بله. شروع کردی به خوندن چند وقتیه؟ بله. تاثیرشو دیدید؟ خب خیلی من قبل از اینجا خونه قبلی بودیم میخوندم خیلی بهتر بود، اما اونجا هم سر و صداها بود، اما یه ذره تنش کم شده بود، اما همچنان بود. همین الانم ببینید میدونی کار ایشون چجوری شده؟ جلو میره دمش میرسه طرف زنگ میزنه نمیخوام نمیشه میرسه پاره میشه اصلا نمیشه پیش نمیره، کار مالیمون نمیشه. شده مثل کسی که میدوه. خب من براتون خونه رو پاکسازی میکنم کامل ولی بعدش یه سری چیزا از حالا بهتون میگم. و اینم بگم آقا پویا همینجا که الان هستی اینجا چه داستانه؟ هر کی میره سمت اتاق خواب خودش و اینا ما میخوابیم. من آخرین نفرم که میخوابم. چراغا رو که خاموش میکنم داریم حالا یه وقت یه وقت 2:12 دیر وقته. چراغا که خاموش میشه میخوابم اینجا میخوابم. شروع میشه اونجا تو آشپزخونه. یخچال خیلی سرد. اصلا خدا شده بگوین دارم همه رو میریزن بیرون. اینجا دارم میریزنش بیرون. اینجا سنگینی احساس میکنید توی خونه؟ کمتر از خونه قبلی. خیلی کم. خب به احتمال زیاد اونجا باهاتون اومده. حالا این پاکسازی که براتون انجام میدم به هیچ عنوان دیگه نمیتونن بیان چون و اینا انرژی خورن، انرژیتون رو میخورن، انرژیتون میخورن که شما دعواتون میشه، انرژیتون رو میخورن که شما حالتون بد میشه، فرکانس انرژیتون تو پایین ترین حالت خودش قرار میگیره که شما با هم دیگه مثلا یه حالت کلافگی به دست میاد. دوست داری یه دادی بزنی، دوست داری مثلا یه چیزی بهانه‌گیری میکنی، مثلا طرف یک غذا برات درست میکنه الکی میگی این نمیدونم فلانه، این اینجوریه، چه اینجوری درست کردی، ولی یه روز دیگه همون غذا رو با میل میخوری. دقیقاً همینه. این به خاطر وجود ایناست. از این به بعد خواهشاً هر موفقیتی توی خونتون، توی زندگیتون به هیچ عنوان حتی به پسرتون هم نگید، حتی به خانواده خودتون هم نگید، به هیچ عنوان به کسی نگید. این باید کامل به موفقیتایی که کسب میکنید مخصوصا خانواده به هیچ عنوان نگید. راجع به بد معذرت میخوام اتفاقای بدی هم که میفته ما حالا بهش میگیم بدبختی، ولی بدبختی نباید اصلا اسمش نباید بذارید بدبختی، اصلا این جمله رو به دهنتون نباید بیارید چون انرژی منفی داره. اینو فعلا انجام بدید. حالا یه سری چیزا هم که من بهتون میدم اون کارا رو انجام بدید که ان شاءالله ببینیم چی میشه. بریم برای پاکسازی خونه. اگه دیگه حرف دیگه نه ممنون.